الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه. دوستای محترم، نماز عید را به یاد بگیرین. کوتاه برایتان بیان میکنم در 2-3 دقیقه. البته نماز عید واجب است بالای جوان بالغ عاقل، یعنی بالای کسی که جمعه واجب باشه نماز عید هم بالایش واجب است و شرایط از این مانند شرایط جمعه است مگر خطبه. و مستحب است در روز عید که یک انسان در روز عید فطر البته که غسل بکنه، مسواک بزنه، لباس نیک خود بپوشه و به خوشبویی بزنه و یک چیزی را بخوره قبل از رفتن به مصلا و مسجد و صدقه فطر را به مردم بده. بعد از این بره به طرف مسجد. وقت نماز عید البته از طلوع آفتاب شروع است، همی که آفتاب بلند شد تا به وقت زوال که آفتاب به میان آسمان میرسه، تا اینی وقت جواز داره میشوه. و امام 2 رکعت نماز برای مردم میخواند. 2 رکعت نماز است. انسان که نیت میکنه نیت کردم ادا میسازم 2 رکعت نماز عید سعید فطر که واجب این وقت از بر من با جمله تکبیراتش اقتدا کردم به امام حاضر وقت رو باوردم به طرف قبله خاص لله تعالی الله اکبر گفته. البته ضرور نیت قلبی ضرور است، خود نیت زبانی هم اگر کس میکنه به این شکل میکنه. امام دیگه الله اکبر میگه، شما هم الله اکبر میگن، دستایتان بسته میکنین زیر ناف. سبحانك اللهم و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرک ایره میخوانین. بعد از اینکه خواندین 3 تکبیر زواید گفته میشه بعد سبحانك اللهم. قبل از پیش از قرائت الله اکبر میگه امام، شما دستانه بلند میکنین الله اکبر میگین، بعد اعلام میتین دستایتانه، باز الله اکبر، باز هر 3 بار دستای خود بلند میکنین و الله اکبر میگین. 3 بار که خلاص شد بعد از او دستایتانه بسته میکنین و امام قرائت شروع میکنه، الحمدلله شریف میخوانه به همراه یک سوره و بعد از او میرین به رکوع و نماز این رکعت تمام میشه. در رکعت دوم که بالا شدین اولا قرائت را میخوانین، اولا قرائت امام میخوانه، بعد از او باز تکبیرات گفته میشه. البته متوجه شوین که یک فرقی در میان رکعت اول و دوم است. در رکعت اول که است قرائت بعد از تکبیرات است، اما در رکعت دوم که است قرائت قبل از تکبیرات، پیش از تکبیرات است. اول امام قرائت میکنه، بعد از این قرائت خلاص شد امام الله اکبر میگه. شما ور خطا نشوین که بر رکوع بروین، بلکه دستای خود بلند کنین الله اکبر تا به گوشا. 3 بار به می شکل الله اکبر گفته دستای خود بلند میکنین و در دفعه 4 میروین به رکوع و بعد از او نماز تمام میکنین. این طریق آسانش بود. بعد از او خطبه میگه امام، نماز خلاص شد 2 خطبه میگن و تعلیم میته مردم احکام عید سعید فطر را و بعد از او نماز تمام میشه. دوستای محترم، ایره برایتان کوتاه بیان کردم. السلام علیکم و رحمت الله